حالا بریم که بهتون بگم با یه ناخن چطوری میتونید تفاوت دست و CNC رو تشخیص بدید. بریم که ببینیم. تفاوت منبت دست با CNC مثل تفاوت فرش دستباف و ماشینی. کار دست زمان بره و به خاطر نیروی متخصص هزینه بیشتری داره. اما CNC به خاطر کار شبانه روزی که انجام میده و تولید انبوه و سرعت بالاش هزینه کمتری داره. حالا بریم که بهتون بگم با یه ناخن چطوری میتونید تفاوت دست و CNC رو تشخیص بدید. بریم که ببینیم. این کار یه کار CNC. وقتی توی برش‌های نازک کار قسمت‌هایی که سخت‌تر میشه منبت زد ناخن بکشین، احساس میکنین که بریده است و جای تیغه‌های CNC و زبری کار مشخصه. و اما کار دست، وقتی توی برش‌های نازک کار دست بکشیم تماما صاف و مرتبه، چون متخصص این کار یک منبت کار با مغار تمام داخل کار رو تمیز کرده. نکته دوم اینه که توی کار CNC وقتی کلاف خام کار رو ببینین یه سری پرزها میبینین. این پرزها اینجا رو ببینین. این پرزها نشون میده که کار CNCه. و اما توی کار دست تمام پرزها از بین میره و تمیز میشه. حالا میتونید تفاوت کار دست و CNC رو به خوبی تشخیص بدید. CNC وارد بازار شد که دقت کار و تولید انبوه رو بیشتر کنه، اما متاسفانه آمار تقلب بیشتر شد. حالا شما به من بگو، شما دوست داری تمام دست خرید کنی یا کار تمام CNC؟ ارزش کدومش بیشتره؟